نماز اید چی؟ نماز اید این فرض است، چون دیروز هم از تماشابینان سوال شد، یا واجب است یا سنت است خواندن نماز اید در روز عید سعید فطر؟ حکم نماز عید علما رحمت الله علیهم در این باره اختلافی نظر کردن در 3 قول. قول یکم نماز عید فرض عین است، یعنی هر یک بنده مومن باید بخواند. قول دوم این مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و بعضی از مالکی ها و روایت از امام احمد است. و قول دوم عید عموما عیدین، هم عید قربان و هم عید رمضان فرض کفایه هست، نه فرض عین. فرض کفایه یعنی که اگر یک چند نفر مسلمان ها در یک شهر اجرا کنند از دیگر مسلمان ها ساقط میشد. اگر همه نخوانند همه گناهکار میشند. حتی بر پادشاه مسلمان ها واجب است که این انسان ها رو به جوابگری کشد، حتی گفتند به قتل رساند برای عید نخواندنشان. اگر همه کس نخوانند این فرض کفایه است. قول دوم است. این یک روایتی مشهور از امام احمد است. ما گفتیم که از امام احمد 2 روایت است. روایت اول فرض عین است، این مشهور نیست. روایت دوم فرض کفایه است و این قول احمد مشهور است. سوم قول عید سنت است، خواندن عید سنت است. این مذهب امام مالک و مذهب امام شافعی هست. قول صحیح مذهب حنفی هست در این باره. و شیخ الاسلام ابن تیمیه مذهب حنفی را در اینجا اختیار کردند. واقعا دلیل های مذهب حنفی در اینجا با قوت است. اول اینکه الله سبحانه و تعالی فصل لربک وانحر گفت، برای پروردگارت نماز خوان و قربانی کن. این امر هست از جانب الله تعالی. برای خواندن نماز منظور در اینجا عید قربان است. وانحر قربانی کن، هر دوشم امر است. والامر يدل على الوجوب. قاعده اصولی این است که امر دلالت به واجبیت میکنه. وقتی که الله تعالی که امر کرد اصلا به وی حتمی و ضروری و لازمی بودن میکنه. و اینچنین در صحیح بخاری و مسلم ثابت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم زنها را امر کردند که به نماز عید برآیند و آن دخترهایی که وقتی شوهر کنیشان نزدیک است و آنها غالبا در پس پرده احتیاط می شوند و اینچنین زنهایی که حیض و نفاس دارند، بیماری ماهانه دارند، آنها را هم امر کردند که به نماز عید برآیند. نماز جمعه فرض است. پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچگاه زنها را به مسجد برایت نگفتند، بلکه در نماز جماعت و در نماز جمعه گفتند که خانه های آنها برای آنها از مسجد آنها بهتر است گفتند. ولی در نماز عید حتی زنهایی که آنها عادت ماهانه دارند، آنها ناپاک هستند، گفتند ولیشهدن الخیر و دعوت المسلمین. آنها شاهد شوند به مصلی، فقط از نماز پرهیز کنند، یعنی نماز نخوانند، برای آنکه برای آنها نماز اجازت نیست. و دعای مسلمان ها را شاهد شوند و خیر را شاهد شوند. این دلالت می‌کند که دعا روز عید وقتی نماز عید قبول است. بیایند گفتند. و زنی پرسید که یا رسول الله اگر یکی ما جلباب نداشته باشد، جلباب یا روی مالی که روی زنها را پوشیده میشه تا اینکه مردها نبینند. گفتند که اگر روی مال نداشته باشد، روی مال یگان دوگانه اش را اعاره گیرد گفتند، یعنی به یک روز گیرد، آریه گیرد و نماز عید را خوانده با گشته برگرداند گفتند. یعنی که یگان عذر ندادند. حتی به زنهای معذور بیایدند که این سخن نه در جمعه گفتند، نه در نمازهای 5 وقته، نه در دیگر نمازها. و این بسیار دلیل به قوت هست، دلالت به فرض بودنی نماز عید میکنه. مضمونش این است که کسی به عید نرود گناهکار میشود. بله، خیلی خوب. و انشالله همگان خودشان انتظار هستند و عید که شد و حتی کودکان و زنها یا بانوان، دختران و خواهران ما همگان تیاری خیلی خوب هم میبینند به عید تا که به نماز عید روند و عید گردکی کنند.